برای اینکه پایین سایتتون مثلا این چیزی که دارید میبینید یه دکمه تماس چسبان بذارید که حالا وقتی کاربر روش زد یا تماس گرفته بشه مستقیم یا وارد واتساپ یا تلگرام بشه، بازم به هیچ افزونه‌ای نیاز ندارید. با المنتور پرو به راحتی میتونید این کارو انجام بدید. امروز 0 تا 100 رو تو این ویدیو براتون انجام میدم. خب دوستان، برای این کار میایم توی پیشخوان وردپرسمون، توی قسمت قالب‌های المنتور افزودن جدید رو میزنیم. نوع قالبمون رو پاورقی، پاورق یا فوتر انتخاب میکنیم. یه اسمی هم حالا براش میذاریم، دکمه کال، ایجاد قالب. خب اینجا اینو میبندم، میام اینجا یه دونه سکشن ایجاد میکنم، یه سکشن تک ستونه. حالا میام این قسمت روی المان ها میزنم و از این قسمت المان هات اسپات رو سرچ میکنم. توی المنتور پرو این المان وجود داره. اولین کاری که انجام میدم این تصویر رو پاک میکنم. این پاک شد. میام پایین توی بخش هات اسپات که تنظیمات هات اسپات رو انجام بدم، روی مورد 1 میزنم. از قسمت آیکون ها، کتابخانه آیکون، هر آیکونی که بخوام رو سرچ میکنم. من کال رو سرچ میکنم. یه دونه از این آیکون ها رو میذارم، مثلا این یا اینو میذارم. ببین الان این گوشه سمت راسته، مشخص نیست. میرم توی قسمت پیشرفته یه فاصله از راست بهش بدم که معلوم بشه. اینجا توی بخش حاشیه خارجی این اتصال رو کلیک میکنم که برداشته بشه. فاصله از راستش رو روی 40 میذارم. از پایین هم یه فاصله بهش میدم، اینم رو 40 میذارم. از راست 40، از پایین هم 40. دوباره برمیگردم تو هم بخش محتوا، میریم توی قسمت هات اسپات، ادامه تنظیماتش رو ببینیم. رو همین مورد 1 میام پایین. خب بهش یه آیکون که دادم، این آیکونیه که اینجا هست. اینجا متن راهنمای من میزنم، مثلا مشاوره تلفنی. یه لینک هم میخوام بهش بدم که وقتی کلیک کرد تماس گرفته بشه با اون شماره که من میخوام. میام توی قسمت پیوند، لینک رو میدم. حالا هر لینکی که بخوایم تماس گرفته بشه میذاریم تل 2.98 و شماره، حالا هر شماره‌ای. میایم پایین. اینجا قسمت انیمیشن، نوع انیمیشن این هات اسپات رو میتونیم مشخص کنیم. الان روی حالت توسعه است چیزی که دارید میبینید. میذارم روی مثلا سافت بیت. ببین روی سافت بیت که میذارم این کادر بزرگ و کوچیک میشه. یا میتونم رو حالت روکش بذارم، ثابت میمونه. وقتی روش هاور میکنم پررنگ میشه، قبلش با یه اوپاسیتی کمتری حالت روکشه. یا میتونم روی هیچی بذارم همونجوری ثابت بمونه، یعنی هیچی نباشه. من میذارم رو همین حالت توسعه. توی بخش راهنما اون متنیه که گذاشتم که مشاوره تلفنی، اینجا موقعیتش رو میذارم سمت چپ، حالت ماشه رو میذارم روی هاور، یعنی وقتی که هاور کرد این متن بیاد، متن مشاوره تلفنی. اینجا میتونم انیمیشن هم بهش بدم، مثلا بر اساس جهت اینجوری باز بشه. وقتی که هاور میکنم اون مشاوره تلفنی اونجوری باز میشه. خب بریم بهش استایل بدیم. میریم توی قسمت استایل، تصویر رو میبندم اینجا، میام روی توی استایل هات اسپات، رنگ آیکونش رو اینجا مشخص میکنم و رنگش رو سفید میکنم. اندازه رو میتونم مشخص کنم، اندازهش رو میذارم روی 40 و رنگ خود جعبه رو هم میتونم تغییر بدم، مثلا میتونم آبی کنم، مشکی کنم، هر رنگی که بخواید میتونید بکنید. همین آبیه فکر میکنم بد نیست. خب اینجا میتونیم سایه هم بهش بدیم به اون جعبه و استایل راهنما رو هم میتونیم مشخص کنیم. اون کاوری که میشه این، منظور از راهنما اینه. خب استایل راهنما، رنگش رو مثلا من مشکی میکنم که وقتی میره روش رنگ بک‌گراندش مشکی باشه. میتونم به این راهنما به گوشه‌هاش هم یه ذره گوشه‌هاشو یه ذره گرد کنم، به این شکل باز باشه. خود این هات اسپات هم میتونم گوشه‌هاشو گرد کنم. میام توی استایل هات اسپات، اینجا خمیدگی گوشه‌ها اینو یه ذره
گرد میکنم روی 10 میزنم. ببین به این شکل هم خوب شد. خب حالا ببینید وقتی که من اینو اسکرول میکنم به بالا، این حالت چسبندگی نداره. من میخوام همیشه یه چسبندگی داشته باشه. وقتی بالا میرم این همینجوری بالا و پایین بشه. برای این کار روی همین هات اسپات میزنم، میام توی قسمت پیشرفته این تربندی رو میبندم، میام توی قسمت موشن افکت حالت چسبندگیش رو از پایین انتخاب میکنم به این شکل. ببینید دیگه همیشه این حالت چسبندگی رو داره. روی انتشار میزنم. حالا باید بهش کاندیشن بدم. یه اد کاندیشن اینجا ایجاد میکنم، میگه این کجا نمایش داده بشه. الان رو حالت دیفالتش رو کل سایته. اگر سیو اند کلوز رو بزنم رو کل سایت اون نمایش داده بشه. میتونم بگم که مثلا فقط روی یک برگه نمایش داده بشه. مفرد رو میزنم تو برگه ها. اینجا میتونم مشخص کنم مثلا تو برگه صفحه اصلی یا هر جایی که خودتون خواستید نمایش داده بشه. هر اسم برگه‌تون رو اینجا سرچ میکنید. من اینجا برگه صفحه اصلی رو سرچ میکنم، رو هر کدوم که خواستم انتخاب میکنم و میذارم. حالا ما میذاریم رو کل سایت و سیو اند کلوز رو میزنیم. خب حالا بریم سایتمون رو ببینیم. ببینید به این شکل نمایش میده. حالا یه نکته خیلی مهمی رو بهتون بگم. خیلی نکته مهمیه اینی که میخوام الان بهتون بگم. برگردیم دوباره به همون تنظیمات. اینو رو حالت موبایل هم رو حالت واکنشگرا بزنید. برید تو قسمت موبایل هم اینو درستش کنید. حتما روی این بزن توی قسمت تربندی که حالا درسته. اگر اینو حتما چک کنید که تو قسمت تربندی رو حالت موبایل هم درست نمایش داده بشه. به همین راحتی میتونید دکمه رو بسازید. موفق باشید.